اعتکاف برای نزدیک شدن به خداست. اعتکاف در واقع خود را محبوس کردن در یک مکان محدود و ایجاد محدودیت در خود برای اینکه در دل خلوتی به وجود بیاد که بتوانه انسان فرصت ارتباط صمیمی و خالص با خدای عالم رو پیدا کنه. یعنی عبادتی است که جنبه ریاضت دارد. خیلی از عبادات همین جورن، ریاضت هایی که انسان با طوع و رغبت بر خود تحمیل میکنه تا درون خود را، معنویت خود را، دل خود را ارتقاء ببخشه. اعتکاف برای نزدیک شدن به خداست. به این جوانی که از اعتکاف آمد بیرون بعد از این 3 روز پاکیزه میشه و میاد بیرون، طهارتی پیدا میکنه، معنایی بود. این براش ذخیره است. این خیلی چیز با عظمت و مهم است. یه بزرگی کن و دستمو بگیر. من که از تو ناامید نمیشم، میدونم که باز هوامو داری. ممنونم که میشنوی صدامو، ممنونم به هم محل میذاری. کی مثل تو اینقدر کریمه، کی مثل تو با گدا رفیقه. خیرت همیشه به من رسیده، هر جا، هر ثانیه، هر دقیقه. اغفر لنا، من با پای خودم اومدم اقرار کنم یا ربنا، واسه این که باشم پیش تو اصرار کنم، واسه این که باشم پیش تو اصرار کنم. انا الحقیر، یه بزرگی کن و دستمو بگیر. انا الحقیر، یه بزرگی کن و دستمو بگیر. یه بزرگی کن و دستمو بگیر. انا الفقیر، به حسین بیا و دستمو بگیر.